اگه میخوای بدونی دردویل یا همون بیباک رو با چه ترتیبی ببینی، این ویدیو برای تو. از سریال های نتفلیکس و حضور رسمی تو MCU. اگه بخوای بهترین تجربه رو داشته باشی، باید از کجا شروع کنی؟ یه ترتیب درست میتونه کل داستان رو برات هیجان انگیزتر کنه، اما اگه اشتباه شروع کنی ممکنه یه عالمه جزئیات مهم رو از دست بدی. میخوای بدونی بهترین مسیر چیه؟ این ویدیو رو از دست نده. به فیلمنما خوش اومدید. رفیقم امین هستم. بزن بریم سراغ یکی از تاریک‌ترین، خفن‌ترین و پرهیجان انگیزترین سریال‌های مارول. جایی که یه وکیل نابینا تو روز تبدیل میشه به یه عدالتجو در شب، بدون رحم، بدون ترس. از اون سریالایی که وقتی شورش کنی دیگه نمیتونی ولش کنی. یه شهر غرق در فساد، یه قهرمان که چیزی برای از دست دادن نداره و یه دشمن که حاضر کل نیویورک رو بسوزونه تا قدرت رو تو مشتش نگه داره. ولی این جنگ فقط یه نبرد خیابونی نیست، یه بازی ذهنیه، یه تقابل نفسگیر بین قانون و انتقام، بین نور و تاریکی. هر مشت، هر زخم، هر تصمیمی که گرفته میشه سرنوشت همه رو تغییر. وقتی که فکر میکنی این آخرین حد درگیریه، یه پیچش داستانی دیگه پرتت میکنه وسط یه طوفان جدید. قرار نیست یه داستان معمولی ببینی، این یه سقوط آزاده تو تاریکی‌های یه شهر که هیچ کس توش بیگناه نیست. تا آخر ویدیو بمون چون قراره با هم رازهای عمیق‌تری رو کشف کنیم. اولی، سریال بیباک یا دردویل فصل 1 و 2. وقتی قهرمان‌های تنها کنار هم قرار می‌گیرن اما همه چی اونطور که فکر می‌کنی پیش نمیره. تصور کن یه مشت قهرمان که هیچ ربطی به هم ندارن با کلی مشکل شخصی و گذشته تاریک مجبور بشن تیم بشن، ولی نه از اون تیمای خفن که همه چی گل و بلبله. اینا اصلا حالشون از هم به هم می‌خوره. از یه طرف یه وکیل نابینا که شبها قانون رو دور میزنه و خودش عدالت رو اجرا میکنه، یه طرف دیگه یه دختر کل شق و دائم الخمر که ترجیح میده همه چی رو با یه مشت حل کنه. اون یکی یه میلیونر که با یه مشت آهنی فکر میکنه میتونه دنیا رو نجات بده و در نهایت یه مردی که به زور از قبر برگشته و حالا نمیدونه انتقام بگیره یا قهرمان باشه. اینا هیچ وقت دوست نداشتن کنار هم باشن، ولی یه دشمن مشترک باعث میشه به اجبار تیم بشه. و اگه بگم اون دشمن کل دنیای اونها رو به خطر انداخته چی؟ باورت میشه؟ قدرت در برابر قدرت، اعتماد در برابر خیانت. هیچ چیز قطعی نیست، هیچ قهرمانی بی‌نقص نیست، هیچ تیمی تا ابد پایدار نمیمونه. پس این گروه قراره زمین بخوره یا برنده بشه؟ دومی، کل داستان مدافعان یا دیفنجرز. وقتی یه قهرمان سقوط میکنه ولی بلند شدنش از همیشه ترسناکتره. تصور کن یه قهرمان که همه فکر میکردن مرده با بدترین وضع ممکن برمیگرده، اما نه مثل قبل، نه با اون لباس قرمز، نه با اون غرور همیشگی. این دفعه یه مرد شکسته است با روحی که تیکه پاره شده. تو فصل 3 دنیای مت مرداک تاریکتر از همیشه است. کلیسا، اونجایی که باید یه پناهگاه باشه، شده جایی که داره توش با ایمانش میجنگه. میخواد از نو شروع کنه، اما این بار بدون نگاه، بدون محدودیت و بدون بخشش. ولی مشکل اینجاست، دشمنی که همیشه تو سایه ها منتظر بود برگشته. اون مرد سفید پوش که یه زمانی پادشاه نیویورک بود حالا از قفس آزاد شده. اون دیگه فقط یک خلافکار معمولی نیست، حالا میدونه چطور سیستم رو به نفع خودش بچرخونه. و وقتی دشمن اصلیت بفهمه ضعیف شدی، دست رو نقطه ضعفت میذاره. اون از خونت، از دوستات، از کل زندگیت علیه خودت استفاده میکنه. این دفعه قرار نیست مشت بزنه و این وسط یه تهدید جدید هم هست، یه سایه که شکل خودته ولی خیلی ایران‌تر. یه مرد با همون لباس، همون مهارت، ولی بدون وجدان، کسی که میتونه ازت یه هیلا بسازه یا بدتر جاتو بگیره. این جنگ دیگه برای عدالت نیست، این جنگ برای بقاست.
پس کسی که یه زمانی خودش نماد عدالت بود، تو دنیایی که قانون به فروش گذاشته شده چطوری قرار زنده بمونه؟ فصل سوم تاریک‌ترین، خشن‌ترین و نفسگیرترین داستان مرد بدون ترس. پس تا آخر این ویدیو همراه باش چون قراره حسابی شوکه بشی. آیا این دو سریال رو دیدین؟ کدومش بهتر بود؟ برام تو کامنت ها بگید. لایک کنید و بریم ادامه که بعدیش یه فیلم هستش تا دنیای نتفلیکس و MCU رو به هم بست. سومی سریال بیباک یا دردویل فصل سوم. وقتی یه وکیل از تاریکی برمیگرده و کل دنیای مارول رو تغییر میده. تصور کن یه صحنه آروم، یه خونه امن، یه پیتر پارکر درب و داغون که به خاطر فاش شدن هویتش داره از هم میپاشه. یه قدم اشتباه، یه حرف غلط و ممکنه کل آیندهش تموم بشه. ولی درست وقتی که همه چی به هم ریخته، یه مرد وارد میشه. عینک قرمز، عصا، یه لبخند خونسرد. آیه پارکر، شما یه وکیل خوب نیاز دارید. اینجاست که مارول یه بمب واقعی رو وسط فیلم منفجر. مت مورداک، مردی که سالا توی تاریکی نابدید شده، برگشته. یه وکیل نابینا که همه چی رو بهتر از هر آدم بینایی میبینه. ولی مهمتر از همه، کسی که یه زندگی دوگانه داره. یه طرف یه وکیل خبره که میتونه حتی FBI رو قانع کنه که پیتر پارکر بیگناهه. یه طرف دیگه یه شوالیه شب که وقتی عدالت از کار میافته خودش اجرا میکنه. ولی صبر کن، این فقط یه حضور افتخاری نبود. اون یه صحنه، یه ثانیه حیاتی، یه لحظه که فقط یه طرفدار واقعی میفهمه چقدر مهمه. وقتی یه آجر رو از پنجره پرت میشه، قبل از اینکه حتی به پیتر برسه، تو هوا متوقف میشه. و کی اونو گرفته؟ مت مورداک. بدون اینکه حتی یه لحظه فکر کنه. پیتر پارکر، ما تو مبهوت. تو چطور این کار کردی؟ مورداک با یه لبخند خونسرد، من یه وکیل خیلی خوبم. اینجا دیگه فقط یه اشاره نیست، این یه اعلام رسمی بود که مت مورداک برگشته. ولی سوال اینجاست، این فقط یه حضور کوتاه بود یا قراره تو آینده مارول نقش خیلی بزرگتری داشته باشه؟ دردویل، پیتر و دنیایی که قراره تاریک‌تر از همیشه بشه. چهارمی مرد عنکبوتی، راهی به خانه نیست یا اسپایدرمن نو وی هوم. وقتی دردویل وارد میشه، مارول مسیرش رو عوض میکنه. یه شب تاریک، یه ساختمون بلند، یه سقوط مرگبار. بعد از مدت‌ها انتظار، مت مورداک، همون مردی که قانون رو تو روز اجرا میکنه و تو شب خودش عدالت رو برپا میکنه، برگشته. ولی این بار توی دنیای جدید، یه محیط عجیب و مهمتر از همه، تو کنار جنیفر والترز، همون وکیل سبز و غول‌پیکری که قراره کل قوانین مارول رو زیر و رو کنه. یه پرونده حقوقی، یه مبارزه نفسگیر و یه رابطه‌ای که هیچ کس انتظارش رو نداشت. یه طرف جنیفر والترز، وکیلی که بعد از یه تصادف عجیب تبدیل به شی‌هالک شده. یه طرف دیگه مت مورداک، وکیلی که نیازی به چشم نداره تا همه چی رو بهتر از هر کسی ببینه. ولی این فقط یه همکار حقوقی نیست. این دو نفر قراره تو بخش مهم کنار هم باشن. یه مبارزه باحال تو پشت بوم، یه رابطه‌ای که تو کل دنیای مارول هیچ کس انتظارش رو نداشت و یه شوک عجیب که همه طرفدارای دردویل رو میخکوب کرد. مت مورداک، اون قهرمان جدی و معنون، اینجا یه روی جدید از خودش نشون میده. جنی، چرا اینقدر خونسردی؟ تو مگه زندگی دوتا شخصیت نداری؟ من، تو داری از کسی که هر شب ماسک میزنه و خلافکارا رو میزنه اینو میپرسی؟ یه داستان پر از طنز، اکشن و یه فاز کاملا متفاوت از دردویل که هیچ وقت تو دنیای نتفلیکس ندیدی. ولی سوال اینجاست، مارول قراره با این دردویل جدید چیکار کنه؟ قراره همون قهرمان تاریکی باشه یا یه نسخه سبکتر؟ کامنت ها بهم بگید. لایک کنید که موردهای بعدی خیلی جذاب. پنجمی سریال شی‌هالک قسمت 8 و 9. دردویل برگشته ولی این بار تاریک‌تر از همیشه. یه خیابون تاریک، یه صدای نفسگیر، یه سایه آشنا، اونی که همه منتظرش بودن. مت مورداک، همون مرد بدون ترس، برگشته ولی این بار نه توی نیویورک، نه تو پشت بوم‌های هلز کیچن، بلکه توی یه دنیای جدید، یه نبردی که با همه گذشته‌اش فرق.
قسمت اول اکو دقیقا همون چیزی رو به ما نشون داد که هیچ کس انتظارشو نداشت. مت موردوک اینجا یه لباس کلاسیک زرد و قرمز داره، درست مثل کمیکا. ولی سوال اصلی اینه، آیا همون دردویلی که تو سریال نتفلیکس دیدی یا یه نسخه جدید و متفاوته؟ نبردی که از ثانیه اول تا آخرش چشم ازش بر نمیداد. متا مایا لوپز توی مبارزه بیرحمانه ضربه‌ای که بدون حتی یک کلمه حرف یه داستان کامل برامون تعریف میکنه. ولی پشت این نبرد یه رازی مخفی شده. دردویل اینجا برای چی اومده؟ آیا دنبال انتقامه یا یه معامله خطرناک با کینگ پین داره؟ و مهمتر از همه، مایا قرار دشمنش باشه یا یه متحد؟ این فقط یه حضور ساده نیست، این یه پیام مستقیم از مارویله که قرار دردویل تو بورن آگاین چجوری باشه. همون حرکات سریع و بیرحمانه، همون ضربات دقیق و پرقدرت. ولی یه چیزی تغییر کرده، یه چیزی که باعث میشه همه طرفدارای قدیمی دردویل یه لحظه سکوت کنن و با خودشون بگن آیا این همون مت موردوکه که میشناختیم؟ این یه بازی جدید تو دنیای مارویله و دردویل یکی از مهرهای اصلیه. ولی چی قراره سرنوشتش رو تعیین کنه؟ همه اینا رو قراره تو این ویدیو بررسی کنیم. پس حواست باشه تا آخر ببینید، چون ممکنه یه سرنخ مهم از آینده مارویل رو از دست بدید. ششمی سریال اکو قسمت 1. دردویل برگشته، ولی این بار همه چی فرق. یه خیابون تاریک، بارون میزنه، یه مرد با لباس قرمز و زرد تو سایه ها حرکت میکنه، صدای عصاش روی آسفالت. ولی این دیگه اون مت موردوک قدیمی نیست. مارویل دردویل بورن آگاین رو معرفی کرده و طرفداران یه سوال بزرگ دارن، آیا این ادامه سریال نتفلیکسه یا یه شروع کاملا جدید؟ اینجا هیچ کس در امان نیست، حتی مت موردوک. دردویل شکسته تر، تاریکتر و خطرناکتر از همیشه داره برمیگرده. ولی چرا قراره 18 قسمت باشه؟ ویلسون فیسک قراره چی رو پس بگیره؟ چی قراره سر کارن و پاگی بیاد؟ اصلا اونا هستن؟ همه چی با فیلم اسپایدرمن نو وی هوم شروع شد و حالا وارد بازی جدیدی شد. دردویل تو این دنیا هنوز همون وکیل نابینای باهوشه، ولی بازی قدرت تغییر کرده. یه نیویورک جدید، یه قانون جدید، یه پادشاه جدید و یه دردویل که شاید دیگه اون قهرمان سابق نباشه. یه نبرد، یه انتقام. حالا کینگ پین دیگه فقط یه خلافکار نیست، بلکه داره وارد سیاست میشه. ولی یه سوال، دردویل قرار جلوش وایسته یا این بار خودش سقوط میکنه؟ در ضمن یک فیلم به نام دردویل تو سال 2003 اکران شد با بازی بن افلک که اگه خواستین نگاه کنید، اما هیچ ربطی به این تایملاین نداره. اگه طرفدار قدیمی دردویل هستی یا حتی اگه تازه وارد این دنیای تاریک شدی، تو این ویدیو از اول تا الانش رو براتون معرفی کردم. رفقا بگید ببینم، اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و تو کامنت ها بهم بگین از این مدل ویدیوها برای شخصیت های پانیشر و الکترا هم درست کنم یا نه. تا ویدیو بعدی مراقب باشین و آماده یه شوک دیگه باشین.